همه ماها شروع ماه مهر با سری خاطرات خوبی همراه بوده و به دنبال اون آغاز مدرسه برای دانش آموزان با شور و هیجان و امید همراه بوده. راستش من به عنوان مدیر یک دبستان دخترانه بارها با این موضوع برخورده بودم که متاسفانه بعضی از دانش آموزانمون توانایی این که بتونن لوازم تحریر ضروری یک سال خودشون رو تهیه بکنن رو نداشته باشن و حتی گاهی با مشکل لباس، کیف و کفش برخورده بودن. این شد که بران آمدیم تا بتونیم حداقل اقلام ضروری یک سال رو براشون فراهم بکنیم. تقریبا سال 1398 بود که این موضوع استارت خوردش و خب موضوع رو با چند تا از دوستان صمیمی مطرح کردیم. الحمدلله به یاری خداوند این دوستان هم به ما لبیک گفتن و دست یاری به ما دادن و خب تونستیم با حداقل هزینه ها نزدیک به 110 بسته لوازم تحریر، پوشاک، کیف و کفش رو برای شروع سال تحصیلی براشون آماده بکنیم که الحمدلله این پویش مهربانی میخواهد هر سال بهتر از سال گذشته برگزار شدش و الان به دنبال اون هستیم تا بتونیم این لوازم ضروری رو دست تک تک اونها برسونیم. کودکانی که شاید به دلیل نداشتن یک لوازم تحریر انگیزه خودشون رو بخوان از دست بدن ولی در این رابطه دیگه دغدغه‌ای نداشته باشن و به راحتی بتونن فکرشون و ذهنشون رو درگیر تحصیل یک سالشون بکنن. اما اینکه ما واقعا این کودکان رو چجوری پیدا می‌کنیم؟ خب قطعاً اولین روش این هستش که خب از اونجایی که ما تو مدرسه هستیم و تقریبا با خانواده های ایتاممون در ارتباط هستیم، در حین ثبت نام از اینها مطلع میشیم، خانواده های نیازمند مطلع میشیم، از طریق پایگاه هایی که در واقع فعالیت میکنیم اینها رو شناسایی میکنیم و بعد حتما صحت سنجی میشن که این شرایط رو دارا باشن و بعد قطعا کمک ها به دستشون میرسه و در اختیارشون قرار میگیره. و بعد دسته سوم کودکان کار هستند که متاسفانه ممکنه نتونن از نعمت آموزش برخوردار باشن و حتی این امکان رو نداشته باشن که بتونن وسایل و لوازم کمک آموزشی رو برای خودشون تهیه بکنن که خدا رو شکر به کمک و یاری این خیرین عزیز و دوست داشتنی این امکان هم براشون فراهم شده. نکته‌ای که وجود داره این هستش که ما در صدد این بر اومدیم تا تو مناسبت‌های مختلف این هدایای ناقابل رو دست مخاطبینمون برسونیم. از در واقع ابتدای شروع سال که ما به استقبال بهار میریم با این کمک‌ها شروع میشه که در حد پوشاک، کیف و کفش هستش که دست مخاطبینمون میرسه. نزدیک بازگشایی مدارس هستش که ما پویش مهربانی میخواهد رو داریم که تمام اقلام و وسایل کمک آموزشی، کیف و کفش و لباس در اختیار این عزیزان قرار میگیره و تقریبا با حلول ماه مبارک رمضان هم ما پویش کمک های مؤمنانه رو داریم که در حد بسته های ارزاق و مواد غذایی رو که بعد از اینکه آماده میشن به تک تک این عزیزان میرسونیم. موفق و پیروز باشیم. ما اومدیم اینجا کمک کنیم بسته های بچه ها رو تکمیل کنیم. خیلی حس خوبیه که وقتی بچه ها این پک هاشون رو باز میکنن، کتاب دفترشون و مدادای رنگیشون رو نگاه میکنن، خیلی حس خوبی برای من به وجود میاره که بتونم چند تا بچه رو خوشحال کنم.
سلام، خیلی خوشحالم که امروز اینجا بودم. یه اتفاق مبارک رقم خورد و با کمک یه تیم قدر این امکان پیش اومد که بتونیم یه سری از بسته‌های کمک تحصیلی رو به بچه‌ها برسونیم. امیدوارم که این کار خیر توی زمینه تحصیلی بچه‌ها موثر باشه و بچه‌ها بتونن برای سرزمینمون ایران تا ابد افتخار آفرین باشن.